الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آغاز این سوال و جواب از خداوند بسیار منان تمنای آن را دارم که خدای مهربان حیاتی خوب، حیاتی با سعادت، حیاتی پر عبادت، حیاتی که پر از حیا، حیاتی که پر از انصاف، حیاتی که یا عمری که پایبند عبادت باشد خداوند بر همه ما بندگانش نصیب بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند باز هم میل ما را، خواهش های ما را به سوی این دین بسیار بسیار عزیز، بسیار دین بزرگ، دین جهانگیر باز هم زیاد بگرداند. و از خداوند مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری های ما را هم شفای کامل دهد. و خدای مهربان زمانی که ما را بیمار میکند اعتقاد ما بر همین باشد که این بیماری هم برای ما خیر دارد. بیماری این غضب خدا نیست، بلکه این مرحمتی هست برای هر کدام ما و شما. عزیزای خدا می گفتن فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، یعنی هیچ وقت خداوند فرعون که یکی از دشمنهای سرسخت بود الله او را بیمار نکرد. در بیماری بسیار بسیار خیرهای زیادی وجود دارد. خدای مهربان بیماری های ما را از آن بشارت ها و از آن خیرهایی که هست برخوردارشان گردان و شفای کاملشان نصیب بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کن. الله مهربان مسافرهای ما را هر جا که باشند کاراشان در خدای مهربان کشایش و برار و برکت و الله مهربان باز صحت و سلامت به خاندانشان رسیدن هم نصیبشان گردان. و از خدای مهربان خواهان او هستم که الله مهربان در این دیار ما و شما، در این ملک شما، در ملک همه ما و شما فیض و برکات نازل کند، خیرها و خوبی ها را خدای مهربان نازل گرداند. این مردم همیشه با یکدیگر دوست داشتن، یکدیگر را حرمت کردن، به قدر یکدیگر رسیدن خداوند از این خیرها و برکتاش برخوردار ما گرداند. خدایا از بین این ملت بدبینی و از بین این ملت بدخواهی و هر یک خصلت های رذیله که هست خدای مهربان از بین این ملت ما دور بگردان. خدای مهربان کسانی که برای بهبودی این جامعه، بهبودی این ملک ما و شما دستی خیلی خودش را دراز میکند، آباد میکند، غم این مردم و ملت هم میخورد، هر کسی که باشد خدایا عمرش دراز و ایمانش کامل و این خصلت های نیک همیشه همراهش نگه بدار. الله مهربان دعا میکنیم که خداوند فراهمی و خوبی های برای این دین اسلام، برای این دین مبارکه در سراسر عالم علل خصوص در جامعه ما و شما هم خداوند نگه دارد و همیشه بردوام کند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند دین دوستداری را و دین حرمت میکردگی و الله مهربان به قدر این دینی پاک اسلام
رسیدن بر این مردم ما، بر این ملت ما، خدایا در قلبهاشون، خدایا در ذهنهاشون نگه بدار. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند این مسئله و مسائل هایی را که به سمع شما میرسانم، خداوند در عوضش برای من و برای شما گوش کننده ها ثواب ها و اجر ها را نویسانده بگرداند. و خدای مهربان توفیق مانتید که آن چیزی را که از دین ما میدانیم، از حکم های الله میدانیم، توفیق عمل کردنش نصیب ما بگرداند. برادران عزیز و گرامی، پیش از آغاز سوال و جواب یادم حدیثی آمد که این حدیث مبارک را امام بخاری رحمت الله علیه و امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب‌های بسیار معتبر خود صحیح بخاری و صحیح مسلم از جانب راوی این حدیث حضرت انس رضی الله عنه، یکی از عاشقان الله و محمد، یکی از عاشقان خاندان پیامبر، یکی از خادم یا خدمتگار خاندان پیامبر حضرت انس بودند. راوی این حدیث این بزرگوار هست. فرمود که من از پیامبر گرامی شنیدم که حضرت می گفتند ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. برادران عزیز، بر من سوالم شده است. این هم یک پیشگفتار برای این سوال و جواب و هم جواب بر همون سوالی که بر من شده است که آیا چی کنیم که در ما یک شیرینی همین اسلاممون، شیرینی ایمانمون در ما پیدا شود. برادران عزیز، حقیقتا اسلام و ایمان و انسانی که در این روحیه هست حقیقتا یک راحت دارد، حقیقتا یک لذت دارد. برای رسیدن بر این راحت، برای رسیدن بر این لذت، ببینید پیامبر گرامی میگه چی باید کرد؟ میگه اگر هر نفری از امت من، خواه مردهای امتم هست، خواه زنهای امتم هست، اگر سه چیز را با خود داشته باشند، انا همان لذت، انا همان شیرینی را هر آینه احساس میکنند. یکم چی است؟ ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. برادران عزیز و خواهران مهربان، پیامبرمون میگه یکم همین که در مد اول، در جای اول محبت خدا و محبت رسول الله را بگذار. اگر شما خواهید که در شما انا همون لذت، انا همون شیرینی، انا همون کیفیتی که اسلام و ایمان دارد شما خواهید که وای بچشید، میگه در مد اول محبت الله را و محبت رسول الله را بگذار. دیگر از پشت این بعد میتوانی که هر کی را و هر چی را که دوست میداری او را دویم درجه داشته باش، یکم درجه الله و رسول باشد. خوش به حال بندگانی که در قلبهای اونها این محبت، برادران عزیز، وجود دارد. در کتابها خواندم، گفته علما و دانشمندا هست که برای آنی که شما خواهید که محبت رسول در قلبتان پیدا شود، برای شما میگه سه چیز لازمه. یکم میگه باید که شما بر نام پیامبرتان صلوات زیاد گویید. اللهم صل علی محمد
و علی آل محمد. یعنی همیشه صلوات گوید. یکم. دوم، تاریخی حیاتی پیامبرمونه از تولد تا وفاتش باید بخونید. سه، دوست داشتنی صحابه های پیامبر بر پیامبر را بخون. سه چیز: صلوات زیاد بگو. دو، تاریخ حیات پیامبر از تولد تا وفاتش بخون. سیوم، دوست داشتن صحابه ها را از تاریخ صحابه ها بخون که چگونه پیامبر را دوست می داشتند. این سه چیز را میگه اگر هر یک نفر اگر تمام کند، انجام دهد، در او حتما محبت محمد صلی الله علیه و سلم پیدا می شود. من برادران عزیز و گرامی، اینها را چی گویم، مهنت بگم یا زحمت بگم یا همچی یک لحظه های غنیمت بگم، برای شما آسان کرده، برای شما عادی کرده فهمانده استم که خدا کند که شما را الله توفیق دهد که برای پیدا کردن محبت دینتان و ایمانتان و برای پیدا کردن محبت پیامبر نازنین مان این چیزهایی را که من برای شما گفته ایستادم، شاید شما اینها را از دیگر نفرها نشنوید، شاید از اونها چیزهای دیگر شنوید، ولی دوست داشتنی بین پیامبر، برادران عزیز، هر کسی که پیامبر را دوست داشت، بین خودش چی میگه؟ هر کسی که من دوست می‌دارد او همراه من است. یکم چیزی را که من از حضرت انس در حدیث که ابتداءً در پیش گفتارم برای شما آوردم، این چی بود؟ حلاوت ایمان، شیرینی ایمان، لذت و کیفیتی که همین ایمانی که شما دارید. ایمان یعنی باور کردن. این ایمان کلمه عربی است، معناش به تاجیکی ایمان باور کردن. یعنی شما همون باوری که با الله دارین، باوری که با رسول الله دارین، انا همین باوری شما یک لذت و یک کیفیت داره. انا برای همون پیدا شدن گو یکم ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکم گفتن الله و رسول او را در مد اول، اولین درجه محبت بر اینها باشد، بعدا شما هر نفری را و هر چیزی را که دوست می‌دارید او را در جای دوم بگذارید. دوم، و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. برای پیدا شدن لذت و شیرینی ایمان، دوم چیزی که لازم بوده است، پیامبر نازنین ما گفت که این است که کسی را دوست می‌داری فقط برای الله دوستش بدار، فقط خاص به خاطر خدا دوستش بدار. برادران عزیز، حقیقتاً دوست داشتن به خاطر خدا این بسیار یک دوستی بر دوامه. این دوستی هست که با مال تو، با وظیفه تو، بر گویم هیچ یک جهتی تو نظری ندارد. این دوست بسیار دوست خالص می شود، بسیار دوست بی‌ضرر می شود. از این لحاظ میگه کسی را اگر تو دوست می‌داری به خاطر خدا دوست بدار. اگر در بین دوستی تو مبادای اگر چیزی از دنیا پیدا شد، تو حلاوت یا شیرینی یا لذت ایمان نمیابی. دوست بدار کسی را دوست می‌داری از برای خدا. یک نکته نازک هم در اینجا هست که بین اولا که پیامبر حضرت معاذ بن ابن جبل چه اینی احبک، حضرت خودش میگو کسی را دوست می‌داشت، میگو که ای فلانی، مثل حضرت معاذ گفت من تو را دوست می‌دارم، من تو را دوست می‌دارم. پس سنت همینه، کسی را دوست می‌داری بگو که من تو را دوست می‌دارم. برادر عزیز، به خاطر قد و قامتت نه، به خاطر بچه فلانی و فی نه، به خاطر که تو در فلان کرسی نه، به خاطر که مرا مقصد مبلغ میتی یا که من حسابی تو
نان و آب میخورم یا که تو پول داری، به این خاطر نه، به خاطر خدا دوستت میدارم. وقتی آدم یک کس اعلان میکنه که به خاطر خدا دوستت میدارم، این آدم برادر عزیز همیشه در نسبت او یک باوری بسیار کلانی را پیدا میکند. یعنی همیشه در گوشه خاطرش این میگذرد که من نفر دارم که یک روز پستی و سختیم که آمد با او من تکیه میکنم. برای همین برادران عزیز دوست داشتن از برای الله هم ببینید که لذت و کیفیت ایمان را تو پیدا میکنه. دیگر بزرگی همین دوست داشتن از برای خدا چیه؟ میگه روز قیامت الله را ببینین، خدای مهربان صدات میزنه، فریادت میکنه این المتحابون فی جلالی. ببین اونهایی که در دنیا یکدیگر را به خاطر من دوست داشتن، مقصد قدم به پیش بگذارین، بیاین نزدیک من بیاین. برای چی؟ برای چی اینها را فریاد میکند خدای مهربان؟ برای چی اینها را از بین خلق جدا کرد که کسانی که در دنیا از برای خدا مرا دوست میدارن نزد من بیاین؟ برای چی؟ میگه الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذله. او روز قیامت که بسیار روز دشواره، بسیار حرارت گرمیش دیگر او را درجهش هیچ کس نمیداند، مشکلات های او روز هیچ کس نمیداند. گو بیارین اینها را در زیر سایه این عرش من جای کنین تا اینها از این مشکلات، از این سختی ها اینا احساس نکنن. لهم منابر من نور، اینها را مقصد آورده راستا نمونه، برای اینها منبرها بسازین ای نور. آری منبری چوب هست، منبری آهنی هست، لیکن منبری از نور برادر عزیز هیچ کس تصور کردن نمیتونه. منبرهای از نور بسازین، اینها را بیارین در بالای منبر بشنونین. اینا نفرای بودن در دنیا یا دیگر را به خاطر من دوست می‌داشتن. سیوم چیزی که برای خواهرها برادرات برای لذت ایمان، کیفیت ایمان پیدا میشه چی بود است؟ سیوم شب پیامبر نازنین گفتن که در و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله من کما یکره ان یقذف فی النار. پیامبر ما گفتن که سیومش این که وقتی که یک زمان تو جاهلیت داشتی، جهل داشتی، یک زمان مقصد ناسپاسی داشتی، دور بودی از یاد ما، از فکر ما، از ذکر ما، اکو زمانی که تو توفیق پیدا کردی، میل پیدا کردی، محبت پیدا کردی، وقتی که در تو بازگشتی به همون جهالت تو نادانید، آنچنان زیشت در نظر نمایان شود که چگونه یک آدم در آتش میپرتند چقدر ناراحت میشود، بازگشتی به سوی همون نادانی و جهالت اگر تو را ناراحت کند، انا اینم برای تو کیفیت و لذت ایمان پیدا میکند. من اینا در پیش از سوال و جواب ها برادرها و خواهرای عزیز برای شما یعنی مفصلا بیان کردم. چیزی که در همین حدیث پیامبر نازنین ما بود من با پررگی به شما گفتم. خدا کند که هم پایبند شدن این سه چیز و هم پایبند شدن آن سه چیزی که با برای مخصوص پیدا کردن محبت پیامبر برای ما و شما عطا کند الله مهربان. و خداوند همون لذت و همون شیرینه و همون کیفیت ایمان در ما و شما پیدا شود. حالا ببین یک لحظه همون کیفیت لذت همینه که بازیر اگر برنامه ما یک ساعت هم که رود و شما با دقت گوش میکنین برای که همون لذت یا کیفیت ایمان در شما هست. یا اینکه اگر تو در یک قرآن خواندن در آمدی دیگر بطاقت نمیشه، بلکه خواندن میگیری، ورق زده خواندن میگیری. یا اگر در داخلی نماز در آمدی چقدر مثال تو با حضور دل میخوانی. انواع همش معنای او است که در تو کیفیت و همون لذت ایمان هست. خدا توفیق